سلام دوستان عزیزم، به یک ولاگ جدید به کانال خودتان خوش آمدین. امروز ما آمدیم به شهر زیبای لوزیرن یا همون کانتون لوزیرن تا از این طبیعت ها و منظره های زیبای لوزیرن دیدن کنیم. جانم هستین، با هم باشین بریم که از این منظره و طبیعت زیبای لوزیرن لذت ببریم. دوستان عزیز، قسمی که میبینین این همون پل زیبا و پل مشهور لوزیرن است. این پلی که میبینین این پل چوبی است و مشهورترین پل شهر زیبای لوزیرن است. جانم هستین دوستان، امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرین. دیگه ما وقت تجهیزات خوبی هم ندارم، دیگه از بزرگیتون میبخشین. امیدوارم یک ویدیو خوب و لذت بخش برایتون تهیه کنم. دیگه جانم هستین، از ویدیو لذت ببرین. من که بگم هر چقدر از این زیبایی این شهر بگی واقعا کم است. یک شهری است که واقعا زیباست. هر کی باید یک بار این شهر دیدن کنه و یک بار به این شهر بیه. واقعا شهر زیبایی است. دوستان عزیز، شما را که نمیدونم، من واقعا در این جور طبیعت ها و منظره ها قدم زدن واقعا لذت میبرم و واقعتش هم لذت بخش است. جای زیباست دیگه، از زیبایش که هر چقدر بگی واقعا کم است. خوبیش این است که اگر با اسکای با قطار بی فقط 2 دقیقه نه 1 دقیقه با اینجا فاصله داره دیگه. اسکای قطارش هم اسکای قطار خود لوزیر در خود مرکز است. خوبیش این است که میتونی با همه جا براحتی سفر کنی. If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the light's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time was making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me.
You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you. Rumor. دوستان عزیزم این ویدیو رو من اینجا با پایان میرسانم. امیدوارم که یک ویدیو خوب و لذت بخش برای شما بوده باشه و یادتان نرود که لایک، سابسکرایب و با دوستان خود به اشتراک بذارین. دوستتان دارم و اینم منظره. جانم